ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. محترم جماعت، امروز 19 ماه رجب سال 1428 هجری مطابق 3 آگوست سال 2007 میلادی روز جمعه است. همه شما را با این روز سعید تبریک و تهنیت گفته برایتان از درگاه خداوند مهربان تنصیحتی و خانه آبادی و سعادت آخرت را آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یکی ما و شما را از فیض و برکات این روز سعید جمعه برخوردار بگرداند. آمین. صحبت را با دعای از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم آغاز میکنم تبرکاً که حضرت در دعاهای خود می‌فرمودند: اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انك انت الغفور الرحیم. پروردگارا، ما به نفسهای خود ظلم بسیار و ظلم فراوان و ظلم زیاد کردیم. به سبب نفس خود را آلوده گناه ها کردن، نفس خود را آلوده خطاها کردن، ما به نفس خود ظلم فراوان کردیم و گناه و خطاها را کسی نمی بخشد غیر از تو. پس ما را مغفرت کن از آن مغفرتی که در اختیار تو است و ما را رحمت کن زیرا تو بخشنده، مغفرت کننده و مهربان هستی. هفته گذشته ما به شما با یک سوال صحبت را به پایان رسانیدیم که توبه کردن از کفر و شرک، توبه کردن از نفاق، توبه کردن از گناه های کبیره به هر یکی ما بنده ها ضرور است و فرض است و لازم است. اما آیا از گناه های صغیره هم توبه کردن واجب است، ضرور است، و یا آنکه به سبب طاعت ها و عبادت ها گناه های میده، گناه های صغیره ما و شما خود بخشیده می شود؟ برای این دو آیت را از دو سوره قرآن پیشکش شما می کنم که از این برای ما و شما این مسئله روشن می شود. استعیذ بالله: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به مردان مؤمن که چشمانشان را از نگاه کردن با شهوت به نامحرم ها نگاه دارند. یعنی نگاه خود را باید اینکه نظارت کنند که با شهوت به سوی نامحرمی روانه کرده نشوند و
فرجهای خودشان را از زنا کردن از راه حرام حفظ کنند، نگاه دارند و این نگاه داشتن چشم و نظرشان را از نامحرم و حفظ کردن و نگاه داشتنشان فرجشان را از زنا و از حرام برای قلب آنها پاکیزه تر است، برای ایمان آنها، برای دین آنها پاکیزه تر است که نظر خود را از نامحرم نگاه داشتن و فرج خود را از زنا و حرام باز داشتن دین انسان را پاکیزه نگاه می‌دارد، ایمان انسان را به نقصان نگاه می‌دارد و قلب انسان را از تأثیر این گناه ها پاکیزه نگاه می‌دارد. و البته خداوند ذاتی است که آگاه است به همه آن کاری که شما می‌کنید. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. آیت های 30 و 31 سوره نور. و بعد از آن که خداوند در آیتی 32 بنده های مؤمنی مرد را دعوت میکند که چشم خود را از نامحرم نگاه دارند و فرج خود را از زنا باز دارند، مخصوص زنها را علاوه ذکر میکند و میگوید و بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم و زنهای مؤمنه که چشمان و نگاه خودشان را از نظر نامشروع و نامحرم ها نگاه دارند و فرجهای خودشان را از زنا و حرام باز دارند و زینت‌های خودشان را آشکار نکنند مگر آن زینت‌هایی که آشکار شده آن مجبوری است، یعنی بغیر از روی خودشان و دستشان از عاشق پایان و پایشان از عاشق پایان باید اینکه دیگر هیچ جایی زن مسلمان را کسی نامحرم نبیند و باید اینکه وقتی زنهای مسلمان از خانه بیرون برآمدن میشوند روی ماهایشان بالای سرشان طرز پرتایند و پوشانند که سر و موی آنها، گردن آنها و صندوق سینه آنها پناه شود و زنهای مسلمان باید اینکه زینت خودشان را، یعنی غیر از دست و از عاشق پایان و غیر از روی و غیر از پا از عاشق پایان دیگر همه جای زن زینت است و باید اینکه زنهای مسلمان زینت خودشان را آشکار نکنند، نشان ندهند مگر برای آنهای اجازت هستی خدا آن را ذکر میکند که لبعولتهن، برای شوهرهایشان و این چنین برای پدرهایشان و این چنین برای پدرهای شوهرشان، یعنی شوهرشان که پدر دارند و پدر برای زن خیلتا می شود اجازت است و یا اینکه برای فرزندانشان پسر خواهر دختر و یا اینکه برای فرزندان برادرشان و یا برای فرزندان خواهرشان و یا اینکه برای زنهای مسلمان، برای زنهای غیر مسلمان دیدنی گردن و موی و سر و بند دست و بند پای زن مسلمان درست نیست و یا اینکه برای آن خدمتگارهایی که در خانه ها خدمت میکنند و یا اینکه دیوانه هستند و یا اینکه بیمار هستند که آنها به زن سر و کاری ندارند، برای آنها هم اجازت است
و یا برای آن پسر بچه های خردسالی که حالا درباره زن و چی بودن زن معلومات درستی ندارند، برای آنها اجازت است. و وقتی که زنهای مسلمان از خانه بیرون برآمدن میشوند، باید اینکه در پایشان چیزی نداشته باشند که هنگام راه رفتن تق تق صدا برآورد که زینت آنها را برای مردان بیگانه آشکار کنند. و در آخر خدای تبارک و تعالی امر میکند که توبه کنید به سوی پروردگار همه‌تان ای مؤمنها، شاید اینکه شما نجات یابید. اولا این آیت برای زنها و خواهرهای مسلمان ما و شما وظیفه است در آمد ماه شریف رمضان، که من باور دارم که الحمدلله 99 فائزی زنهای ما و شما، دخترهای ما و شما اگر در ماه شریف رمضان روزه می‌دارند. همچنانی که روزه می‌دارند، چرا اینکه روزه فرض است برای زن و دختری مسلمان، همین خیلی که روزه فرض است از او هم سخت‌تر ستر برای زن و دختری مسلمان فرض است. زن مسلمان، دختری مسلمان بغیر از محرم‌های خودش، پدرش، شوهرش، پدری شوهرش، برادرزاده‌هاش، خواهرزاده‌هاش و دیگر زنهای مسلمان نباید اینکه بغیر از روی خودش و دست خودش از عاشق پایان دیگر هیچ جای خودش به نامحرم‌ها نشان دهد. پوشیدن سر و گردن و صندوق سینه و دست تا عاشق و همه بدن برای زن و دختر مسلمان فرض است، موافق همین دو آیت سوره 31 و 31 سوره نور. و باید اینکه زنها و دخترهای مسلمان که تا امروز این فرض را اجرا نمی‌کردند، این روزها و این ماهها و خصوص آمد ماه شریف رمضان غنیمت است که باید وظیفه خود را اجرا کنند. یعنی سطری مسلمانی را باید بیرون که از خانه برآمدن رعایت کنند. اکنون ببینید در این دو آیت خدای تعالی گناه‌های صغیره را هم ذکر کرده است و گناه‌های کبیره را هم. گناه‌های کبیره این زنا کردن است و فرج خود را در راه حرام استفاده بردن است. و دیگر گناه کبیره این بی ستر و با سر و گردنی کشاد بیرون برآمدن زن و دختر مسلمان است که این گناه کبیره است. اما نظر کردن به مرد نامحرم و یا نظر کردن مرد به زن نامحرم، اینها گناه‌های صغیره است. لیکن خدای تبارک و تعالی در این دو سوره هم گناه‌های کبیره و هم گناه‌های صغیره را ذکر کرده ایستاده. در آخرش می‌فرماید که توبه کنید، که اگر تا امروز شما زنا می‌کردید، اگر تا امروز شما به نامحرم با نظر شهوت نگاه می‌کردید و اگر شما ای زنها و دخترها تا به امروز سطر مسلمانی را رعایت نکردید، توبه کنید همه اتان به سوی پروردگار، شاید اینکه پروردگار به سبب توبه اتان شما را از غضب و عذاب خودش نجات دهد. از این معلوم می شود که توبه کردن چی از گناه کبیره و از چی گناه صغیره برای ما و شما لازم است، واجب است. و یا در تفسیر همین سوره حدیث را از مادر ما حضرت عایشه رضی الله عنها می آورند که برای زنها و خواهرهای ما و شما خیلی هم درس عبرت باید باشد. که حضرت عایشه مادر ما رضی الله عنها میگویند یرحم الله النساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن بروتهن فاختمرن بها. حدیث با روایت امام بخاری است که حضرت عایشه مادر ما فرمودند که رحمت کند خداوند زنهای مهاجر پیشین را
یعنی اولین زنهای مسلمان را که به خاطر اسلامشان، دینشان، ایمانشان وطن خود را ترک کرده ایستاده هجرت کردند که وقتی خدای تبارک و تعالی این آیت را نازل کرد که زنهای مسلمان باید اینکه با روی مالهایشان سر و گردن و صندوق سینه خودشان را پوشانند، که تا نازل شدن این آیت زنهای مسلمان هم روی مالشان از قفا بود و مویهایشان و گردنهایشان و صندوق سینهشان نماییده بایستاد. اما چرا حضرت عایشه مادر ما رحمت کند گفته زنهای پیشین مسلمان را دعای نیک کردند؟ برای آنکه وقتی همین آیت نازل شد که باید اکنون زنهای مسلمان سر و گردن خودشان را پوشانند، بگن که وقتی که این آیت به گوش زنهای مسلمان رسید، در همون جای ایستادشان، در همون جای نشستشان، اگر رویمال نیافتن از پایان لباسشان پارچه را درانده ایستاده به سر خودشان گرفتن، سر و گردن خودشان را پوشاندن که خدا ما را به پوشانیدن سر و گردن امر کرده است. شما ببینید چگونه زنهای با ایمان زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر یک امری خدا را با تیزی و با سرعت اجرا می‌کردند. اما امروز و زنها و دخترهای مسلمان ده ها مراتب، صدها مراتب این آیت را می‌خوانید، سطر عورت را برایشان می‌فهمانید، باز هم بهانه‌شان چی؟ مسلمانه استسیکی. اگر استسیکی میشد، زنهای مسلمان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جای نشستشان میخستن همون سر و گردن لوچکتی بازار میرفتن، رومال میخریدن، خانهشان میرفتن. لیکن امر خدای ببینید که زنهای مؤمن، حقیقی مؤمن، چقدر با سرعت اجرا میکردن که وقتی چیزی نیافتن سر و گردنشان پوشانند، از پایان لباسهایشان پارچه های را درانده ایستاده سر و گردن خودشان را پناه کردند. شخصی که ایمان حقیقی دارد، ایمان استوار دارد، در اجرا کردن امر پروردگار باید اینطور حریص باشد، باید اینطور با سرعت عمل کننده باشد. و در آیت 11 سوره حجرات باشد خدای تعالی یک قطار گناه‌های صغیره را ذکر می‌کند و بعداً توبه کردن را پیشنهاد می‌کند که از این هم معلوم می‌شود که توبه کردن از گناه‌های صغیره هم برای ما و شما واجب است. استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. یعنی خداوند به ما و شما بنده های مؤمنش مخصوص مراجعت کرده ایستاده میگوید که ای آنانی که صاحب ایمان هستید، مبادا هیچ قومی از شما، هیچ نفری از شما قوم دیگر یا نفری دیگر را مسخره نکند. که شاید اینکه آن نفری که شما او را مسخره میکنید در نزد خدا او از شما بهتر است. شاید آن قومی که شما آن را مسخره میکنید، آن قوم در نزد پروردگار از شما دیده مرتبه بلند دارد. مسخره بازی در بین ما و شما مردم تاجیک هم خیلی زیاد است. به خصوص منطقه ها به منطقه ها به هم دیگر مسخره بازی های زیاده دارند که خوجندی کولابی را مسخره میکند، کولابی پامیری را مسخره میکند، پامیری غربی را مسخره میکند، حتی مثلا شهری دیهاتی را مسخره میکند، این دیه را مسخره میکند. و حالا که آگاه باشد ای صاحبان ایمان که مسخره کردن این اخلاق مسلمانی نیست. زیرا خدا ما را منع میکند از مسخره کردن همدیگر. چرا؟ زیرا شاید اینکه آن کسی که، آن نفری که، آن گروهی که، آن قومی که ما آنها را مسخره میکنیم نزد پروردگار از ما بهتر باشد. و یا خدای تبارک و تعالی باز علاهیده زنها را میگوید که و هیچ زنی هم زنی دیگر را مبادا مسخره نکند.
شاید اینکه وی زنی مسخره شده از زنی مسخره کننده نزد پروردگار مرتبه بالاتر دارد، او عزیزتر است. چون مسخره، عیبگویی، غیبت در بین زنها از مردها دیده زیادتر است. بنابراین خدا باز زنها را علاوه ذکر کرده است که مسخره نکنید همدیگر را. و یا خدای تعالی از چیزی دیگر ما را منع میکند، میگوید که همدیگر را شما با سخنهای قبیح آزار ندهید. و یا خدای تعالی میگه که همدیگر را با لقبهای بد آواز نکنید، جیغ نزنید. یعنی همدیگر را با لقبهای بد، او چولاق، او پفک، او پستک گفته ایستاده. سخن کردن و مراجعت کردنی بنده مؤمن درست نیست. اخلاق بنده مؤمن باید اینطور نباشد. خدا از این چیزها ما را منع میکند و میگوید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. چی بد است که بعد از مؤمن شدن و مرتبه مؤمنی به صاحب شدن باز نام فاسقی را گرفت. یعنی اگر بنده لا اله الا الله محمد رسول الله گفت و صاحب ایمان شد و مسلمان شد، مؤمن بودن این خیلی درجه بلند است برای انسان. اما وقتی که وی مسخره میکند و اینکه یک کس لقبش گرفته ایستاده او را تحقیر میکند و الکه اینجا مؤمن است اما مؤمن فاسق است، و خدا میگوید چی بد است که بعد از صاحب ایمان شدن بنده باز نام فاسقی را به خود گیرد. این مسخره کردن و تحقیر کردن و پسند نکردن و هر کی به لقب گذاشتن ها، این همه فاسقیگری است. این پیشه این کسب فاسق ها است. و اگر هر کسی که از این گناه ها توبه میکند، انشاءالله خدا توبه او را قبول میکند. اما خدا میگوید و هر کسی که از این خطاهایش، از این گناههایش توبه نمیکند و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اینها انسانهای ظالم باقی میمانند. و این مسخره کردن و به کسی لقب گذاشتن و با لقب نام گرفتن و خوار کردن همدیگرها، اینها همه گناههای صغیره است. اما با وجود گناههای صغیره بودنش، خدای تبارک و تعالی از ما و شما طلب میکند که ما از این گناههای خود هم چیکار کنیم؟ توبه کنیم. پس موافق این دو آیتی که از دو سوره من به شما پیشکش کردم، از گناههای صغیره هم توبه کردن واجب است. اگر چندی که بعضی علما گناههای کبیره اگر ما و شما توبه کنیم صغیرش خدا میبخشد گفته‌اند، مثل که خدای تعالی در آیت 31 سوره نساء گفته است استعیذ بالله ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. یعنی اگر شما اجتناب کنید، پرهیز کنید از گناههای کبیره‌ای که خدا شما را از آن منع کرده است، ما گناههای صغیره شما را کفارت میکنیم با آن همون توبه کردن و دور ایستادن از گناههای کبیره و شما را داخل میکنیم به مقامی مکرم که البته جنت است. یعنی خدای تبارک و تعالی در این سوره گفته است که اگر از گناههای کبیره شما توبه کنید، من گناههای صغیره شما را هم میبخشم. و یا اینکه حدیث‌های فراوانی است که مثلا وقتی که بنده مؤمن طهارت میکنه، برابر شستن رو گناه‌هایی که با رو کرده است تازه میشه، گناه‌هایی که با چشم کرده است تازه میشه، وقتی دست میشه گناه‌هایی که با دست کرده است تازه میشه، وقتی پاش میشوید گناه‌هایی که با پا کرده است تازه میشه. و یا اینکه نمازهای 5 وقته آن گناه‌هایی که در بین نمازها شده‌اند به سبب همین نماز خواندن گناه‌های صغیره بخشیده میشن. و یا اینکه از جمعه تا جمعه دیگر به سبب فضیلت جمعه گناه‌های صغیره بخشیده میشن. و یا اینکه ماه شریف رمضان گناه‌های صغیره یک ساله را کفارت میشود. گفتگی بعدها هست، لیکن
گناه‌های صغیره هم با این عملها، با طهارت و با نماز و با نماز جمعه و با روزه و با دیگر عملهای فرض و واجبی بخشیده شدنش، این مطلق نیست. این ما را وادار نمی‌کند که ما نسبت گناه‌های صغیره بی‌پروا باشیم، زیرا اینکه طهارت هم آن وقت سببی شسته شدن گناه‌ها می‌شود و نمازهای 5 وقته هم آن وقت سببی کفارت گناه‌های صغیره می‌شود و نماز جمعه ماه شریف رمضان هم آن وقت کفارت گناه‌های صغیره می‌شود که این طهارت ما و شما با تمام آدابش باشه. این نمازهای ما و شما با خشوع و خضوع و تمام آداب و مستحباتش باشه و نماز جمعه ما و شما هم با تمام خشوع و خضوع و بندگی و آدابش باشه و ماه شریف رمضان هم با تمام اخلاص و محبت و آدابش اگر اجرا کرده شود، آن وقت این رمضان و این جمعه و این نمازها و این طهارتها کفارت گناههای صغیره ما و شما می شود. اما اکنون ما و شما به خاطر بیاریم طهارتها و نمازها و جمعهها و رمضانهای گذشته خود را که آیا همه آن از صدق بود؟ آیا همه آن با اخلاص بود، با خشوع بود، با خضوع بود؟ چقدرها سراسیم طهارت کردیم؟ چقدرها در خونه که طهارت برای ما و شما وضعی کرد و ما و شما چندین آدابها را ترک کردیم. این مستحب گفتیم و ترک کردیم، این آداب گفتیم و ترک کردیم، یک سنتش کم شد هیچگر نگفتیم و ترک کردیم. چقدرها نماز ما و شما بی خشوع و خضوع است، چقدرها جمعه ما و شما با تنبلی می آییم، چقدرها سراسیم از نماز جمعه برآمده می گذاریم، چقدرها رمضان ما و شما با بی آدابی ها می گذرانیم. آیا ما به خود کفالت داده می توانیم که ماه رمضان ما، نماز جمعه ما، نماز 5 وقت ما، طهارت های ما و شما همه آن خیلی که موافق آداب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود و همش کفارت گناه های صغیره ما است و ما از گناه های صغیره خود خاطر جمع باشیم. شخصا من نمیتوانم که به خود این کفالت را بدهم. بنابراین اکثری علما، بلکه همه علمای اهل سنت و جماعت بر این عقیده هستند که همچنانه که از کفر و شرک و نفاق و گناه‌های کبیره توبه واجب است، برای بنده مؤمن واجب است که از گناه‌های صغیره هم توبه کند. زیرا حکیم فرمودن که لا تحقر الذنوب الصغار فانها تنشعب منها الذنوب الكبار. گناه‌های صغیره را، گناه‌های میده را میده حساب نکنید، زیرا از گناه‌های میده گناه‌های کبیره شاخ میزند. گناه صغیره هم وقتی زیاد شود به کبیره مبدل میشود و این سخن را حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقویت میبخشد که پیغمبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفتند لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. وقتی که انسان گناه صغیره پسند نکرده، این صغیره که گفته کردن گرفت، پیغمبر گفتند ولی صغیره نیست و کبیره است. اما گناهی کبیره به بنده مبتلا شد و در حال پشیمان شد در عقیبش توبه کرد، ولا کبیرة مع الاستغفار. گفتن وقتی استغفار کرد بنده در حال توبه کرد، کبیرش هم الکی از او محروم شد. و در این بابت از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند ان العبد اذا خطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإنه نزع واستغفر ثقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فذاك الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. حدیث با روایت ترمذی، نسائی، ابن ماجه و چندین محدثای دیگر است. یعنی هر گناهی که بنده میکند اگر چند صغیره است
و یک نقطه سیاه را در قلب بنده پیدا میکنه. یک گناه صغیره کرده، مثلا شما یک رفیقتان مسخره کرد، یا اینکه یک همسایتان لقب بد که نامش گرفته دلش آزار داده، حال ترک نماز و حال عرق خوردن و حال دیگر گناه های یک طرف مانه. حتی یک همسایتان با یک لقب بد نام گرفته دلش آزار داده، هر این گناه شما در قلب خود شما یک سیاهی پیدا میکنه، قلب شما را سیاه میکنه. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که بنده یک خطا میکنه، نگفتن گناه، خطا میکنه یعنی گناه صغیره میکنه، یک نقطه سیاه در قلب او پیدا میشه و اگر او به خود آید و این خطای خودش را فهمد، استغفار کند، پشیمان شود، از خدا طلب مغفرت کند، همون نقطه سیاه به سبب مغفرتش، توبه کردنش پاک می شود و دلش باز پاکیزه می شود. لیکن اگر توبه نکرده باز یک خطای دیگر کند، همسایش یک لقب بد که نام گرفت دلش آزار داد، یک نقطه دلش را پیدا شد. تگی در رو برآمد که یک آدم چلاق گذشته ایستاده، ها چلاق چطور گفت، دلی و یا آزار داد، باز یک نقطه پیدا شد. بالای این باز یک خطای دیگر کرد، باز یک نقطه. توبه نکرده اگر همین گناه و خطاهای میده کردن گیرد، نقطه سیاه دلش پیدا شده ایستاده، آهسته آهسته قلب او را سیاهی فرا میگیرد. اگر توبه کنه تو در حال پاکیزه میشه، در وقتی یکتا بودنش و دوتا بودنش، اما وقتی زیاد شد قلب سیاه میشه. و گفتن این است آن سیاهی، این است آن زنگی که خدای تبارک و تعالی از این زنگ دل ما را در قرآنش خبر داده است که استعیذ بالله کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. یعنی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم قرآن را می‌خواندند و قرآن را پیشنهاد می‌کردند، مشرک‌ها باور نمی‌کردند، میگفتند این افسانه است، این جادو است، این سحر است. اما خدای تعالی این سخن مشرک‌ها را رد کرده، ایستاده بود که نه، این سحر گفتن و این جادو گفتن و این قبول نکردنشان قرآن چیزی نیست، بلکه این همون سیاهی است که به سبب گناه و به سبب فسق و فساد و شرک و کفری که آنها در دوام عمر خودشان کرده اند، قلب آنها را سیاه کرده است. بنابراین از شنیدن و از دیدن و از قبول کردن قرآن که نور است در پوشیده مانده است. وقتی که شما قلب خودتان به مانند انهمی یک ظرف دارید، ظرفی که مثلا پوشیده باشد بالایش، اگر شما همین ظرف تمام اطرافش رنگ سیاه دید، غوص کرده ایستاده، هرچند شما لمپوچکه 200 و 500 این با آورده ایستاده در گرانه، درون این هیچ وقت دیگر روشن نمیشه، زیرا سیاهی نور را باز می‌دارد. بنده هم وقتی که گناه کردن گرفت و خطا کردن گرفت و اما بی‌پرواگی کرد، خدا بخشنده و مهربان گناه هم میبخشد، توبه قبول میکند، گفته گشتن گرفت، وقتی قلبش سیاه شد به مانند ظرف سیاه، دیگر اگر 1000 قرآن نورانی خوانید، 1000 قصه خوانید، 1000 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوانید، دلی وای تاثیر نمیکنه. چرا که سیاه است، سیاه نور را قبول نمیکنه، اون طرف گذشتن نمیمونه. بنابر همین لازم است که باید ما و شما به گناه نگاه نکنیم که کبیره است یا صغیره است. وقتی گناه کردیم، خواه کبیره خواه صغیره، در عقیبش کوشش کنیم که تیزتر توبه کنیم تا خداوند توبه ما و شما را قبول کنه. و بدبختترین انسان و بسیارترین اهل دوزخ بگویند آنهای هستند که متصوف هستند، یعنی بگن سوف اتوبه، حال سانه توبه میکنن، حال من یاشکو، حال رمضان اندک نزدیک بیان سانه توبه سر میکنن، سوف اتوبه توبه عقیب پرتافتن میگیرن، دیر میکنن توبه بر. اکثر اهل دوزخ همین شخصان هستند.
بنابراین خدای تبارک و تعالی باز هم به ما و شما بندگان مؤمنش مراجعت میکند که استعینوا بالله یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. ای آنانی که صاحب ایمان هستید، مال و ثروت شما و فرزندان شما را از یاد خدا باز ندارد. که هر کسی را که زن و فرزند و مال و ثروتش او را از یاد خدا باز می‌دارد، اینها از جمله انسان‌های زیانکار هستند. یعنی بسیار انسان‌های هستند که خانه‌داری خوب دارند، پسرها دارند، دخترها دارند، خانه‌شان دو سه ماشین هست، خوردنشان فراوان، پوشیدنشان فراوان، حیاتشان خوش می‌گذرد. همون خوشی‌ها و همون فرزند و همون ثروتشان که آنها مست هستند. انا می‌بینی ماشین سرشته برفتاست، انا می‌بینی رفته ایستاده کجا بدم گرفتاست، انا می‌بینی اما نماز نمی‌خواد. به بالایش عرق می‌خورد، ریبا می‌خورد. نسبت زنها و دخترهایش پروا ندارد، در سرش رومال دارد ندارد، آستینش دراز است، آستینش کوتاه است، هیچ پروا ندارد. مستی همون 4 تنگ پول و همون خانه و همون 2-3 ماشین و انا من دختر دارم، انا پسر دارم، امروز توی پسر کراس پاگل فیلمی گرفتاست. همین عوق و ذوق هشکتی به گفتی خدا ما مست. خدا میگه اوی بنده مومن، اوی بنده های مومن، مبادا پول و مال و زن و فرزندتان شما را از یاد خدا غافل نکند، که اگر غافل کند شما از جمله انسانهای زیانکار هستید. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی. و خدا امر میکند که نفقه کنید از آن ثروتی که ما به شما رزق دادیم، آن پول و آن ثروتی که در دست دارید و شما خودتان نیافتید، من به شما دادم. پس از آن ثروتی که من نصیب شما گردانیدم برآورده ایستاده حق کمبغل‌های دهید، زکاتش دهید، خیر و احسان کنید، پیش از آن که مرگ به سر شما آید و وقتی که مرگ به سرتان آمد شما گویید که ای پروردگارا من به اندک مهلت ده الی اجل قریب، چند وقت مهلت ده که چیکار کنم؟ فاصدق، من هم اکنون یگانه خدا را تصدیق کنم، پیغمبر را تصدیق کنم، قرآن را تصدیق کنم، نماز فرض بودنش یقین کنم، و اکون من الصالحین، نمازخوان شوم، روزه‌دار شوم، زکات دهشم، از جمله انسان‌های صالح شوم. وقتی مرگ به سر انسان میباید و میبیاد و بنده در پنجه مرگ گرفتار میشود و فرشته مرگ را میبیند و همین آرزو را میکند. اما خدا میگه ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. هیچگاه خدای تعالی تأخیر نمی کند آن نفسی را که اجل او بود شده است. 60 سال 65 سال و 65 روز و 65 دقیقه و 65 ثانیه وقتی شما اگر مبادا تقدیر شده باشد، وقتی که آخرانش را نفس کشیدید برای شما حیات تمام است. هرچند شما زاری میکنید، شما تیار هستید که تمام بایگری داشته که تانه صدقه کنید که خدا 5 دقیقه مهلت دهد که شما یک بار از صدق دل توبه کنید، ولن یؤخر الله، خدا هیچ جگاه تأخیر نمیکنه. اجل که رسید یک نفس هم برای شما مهلت داده نمیشود. ولیکن آگاه باشید که والله خبیر بما تعملون، خدا از همه آن عمر 60 و 70 و 80 ساله شما چی کار کردید با خبر است، همشه میداند. انا بنابراین هم به هر یکی ما و شما لازم است که امروز و این ساعت و این نفس‌هایی که در اختیار داریم ما توبه کنیم از چی نمود گناهی که داشته باشیم، چی کبیره باشد و چی صغیره. حضرت ابن عباس رضی الله عنه میگن که من کان له مال یبلغه حج بیت ربه او تجب علیه فیه زکات فلم یفعل سأل الرجعة عند الموت. کسی که صاحب مال است که میتواند با آن مالش
رفته ایستاده حج کرده بیا، سفر حج به مالش کفایه میکنه، یا آنقدر مال دارد که به نصاب رسیده است و زکات برای او فرض شده است، اما نه با آن پولش رفته حج کرده است نه زکات داده است. وقتی که به پنجه مرگ گرفتار می شود آرزو می کند نمودن را که کاش که خدا من به مهلت می داد که من زکات می دادم و ثواب می گرفتم و حج می کردم. فقال رجل یا ابن عباس اتق الله فانما يسأل رجعة الكفار. یک مرد گفت که ابن عباس از خدا بترس، این آرزوی کافر می کند، مؤمن نمی کند. حضرت ابن عباس چی گفتن؟ سأتلو علیکم بذلک قرآن، من در این سخن خود به شما قرآن را دلیل میکنم، تلاوت میکنم که خدای تعالی گفت که استعیذ بالله و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. یعنی همین آیت را حضرت ابن عباس دلیل کردن که این آیت ها در سوره منافقون است. چه خدرهایی هستند ثروتمند در بین ما و شما که زکات نمیدهند، چه خدرهایی هستند ثروتمند که چند سفری حج به پولشان کفایه میکنند اما حالا حج نکردند، که زکات هم فرض است، حج هم فرض است و اگر مسلمانی 5 رکن داشته باشد 2 رکنش یکتش حج است و یکتش زکات است. چه خدرهایی هستند که این 2 رکن اسلام با قادر هستند اما آن را اجرا نمیکنند. پس غنیمت است این عمری که حالا در اختیار داره، غنیمت است این ثروتی که حالا در اختیار داره. توبه کنید، زکات دهید، توبه کنید و حرکت کنید که انسان از سفر حج عقیل نمانید، که وقتی که به پنجه مرگ گرفتار شدید دیگر به شما هیچ خیلی مهلت داده نمیشه. بنابراین برای آنهایی که ثروت دارند و زکات ندادند تا امروز، این ثروت و این امکانیت، این ماه رجب و شعبان و آمد ماه شریف رمضان غنیمت است. توبه کنید از زکات ندادن و زکات کنید و اگر حج نکردید نیت حج کنید، آماده سفر حج باشید و این وزنه را از گردن خودتان برداشته گردانید. زیرا توبه خدا از کیها قبول میکنه؟ استعیذ بالله انما التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. یعنی این است و جز این نیست. یعنی البته این است، کار این است که توبه برگردن خدا واجب است. یعنی خدا به خودش لازم کرده است که توبه بنده را قبول بکنه. خدا خودش لازم کرده، خودش وظیفه دار کرده است خدا که بنده من توبهش قبول میکنه. اما کدام بنده؟ برای آن بنده خدا توبه قبول کننده است که یک گناه و خطای ندانسته میکنند، یعملون السوء بجهل، نفهمیده میکنند گناه و خطای. امروز همه میداند که زکات فرض است اما نمیدهند، دانسته ایستاده زکات نمیدهند. میداند که حج فرض است، دانسته ایستاده حج نمیکنند. میداند که عرق حرام است، دانسته ایستاده میسازد، میفروشد، میخورد، میخوراند. ربا میداند که حرام است، همه میداند امروز، دانسته ایستاده میخورد. زنای دانسته ایستاده میکند امروز، دزدی و پاره‌خوری دانسته ایستاده میکند امروز. برای اینها توبه نیست. خدا میگوید که توبه برای آن بنده های است که آنها ندانسته ایستاده گناه میکنند و باز ثم یتوبون من قریب، در حال بعدی فهمیدن توبه میکنند، بعدی که فهمیدن در حال توبه میکنند. این 20 سال و 25 سال است که این امر معروف برای مردم کرده می شود. نماز فرض، زکات فرض، حج فرض، روزه فرض، عرق حرام، دزدی حرام، زنا حرام، پاره حرام، دروغ حرام، غیبت حرام. 25-30 سال است که این امر معروف به مردم شنوانیده می شود. اما حالا انسان‌هایی هستند که باره هم اندیشه نکردند که من نماز خوانم یا نه، من عرق بس کنم یا نه.
بنابراین توبه خدا لازم کرده است برای خودش که قبول میکنم توبه بنده بوده، اما آن بنده ای که ندانسته میکند و بعدی که فهمید که خطا بوده است و گناه بوده است در حال به زودی توبه میکند، خدا میگه فاولئک یتوب الله علیهم، اینها شخصانی هستند که خدا توبه اینها را قبول میکند انشاءالله. بنابراین آنهایی که تا امروز 2025 سال هم به این گناه ها آلوده بودید هستید تا امروز فهمیدید باری دیگر برای شما تصدیق شد، پس توبه کنید، پشیمان شوید، خدا قبول میکند. اما و کان الله علیما حکیما، خدا دانا و حکیم است. وليست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. سوره نساء آیات 17 و 18. یعنی خدا میگه وليست التوبة، نیست توبه، قبول کرده نمیشود توبه را. توبه کی را؟ توبه آنانی را که عملهای بد، گناه و خطا را قطار کردن میگیرند، یکان بار توبه نمیکنند، تا آن لحظه به گناه ها آلوده هستند که اذا حضر احدهم الموت، حتی مرگ سرشان نمیاد، بستری مرگ به افده میمانند، فرزنده و اهل خاندان خیش دوباره اطرافش به جمع شدگی، بعد یاسین خانه، بعد کلمه گردانه، اما تا این لحظه نه بار نماز خوانده است، نه روزه داشته است، نه زکات داده است، نه حج کرده است، عرق خورده است، دزدی کرده است، زنا کرده است، ربا خورده است. اکنون وقتی که جان برآمدن و نزدیک شد یاسین خانه سری می‌آید. آیا یاسین یک بار در صحتیش نپرسید که چی میگوید؟ در صحتیش یک بار نپرسید که قرآن چی میگه که ما قرآن میخونیم؟ چرا این مردم اینقدر نماز میخونند؟ باری نگفت این چیزا. بنابراین وقتی که گناه کرد و بی توبه مرگ به پنجه مرگ به گرفتار شد، خدای تعالی میگه که لیست التوبه، برای اینها توبه نیست، توبهشان قبول کرده نمیشود. همون لحظه پنجه مرگ به گرفتار شدن بس چی میگه؟ انی تبت الآن، توبه کردم. توبه اینها قبول نمیشود. و این چنین توبه آنهایی که از دنیا بی ایمان رفتن، با کفر رفتن، با شرک رفتن، توبه آنها هم قبول کرده نمیشه. و اینها شخصانی هستند که خدا میگه ما برایشان عذاب دردناک را که آتش دوزخ است در آخرت آماده کرده مانده. بنابراین همین برادران عزیز، هر یک روز و هر یک لحظه عمر برای ما و شما غنیمت است. این امکانیت ها را از دست ندهیم، کوشش کنیم که از همه گناه هایی که کرده ایم و آینده صادر میکنیم در حال پشیمان باشیم، چی کبیره و چی صغیره به کلام و میده بودنش نگاه نکنیم و از صدق دل توبه کنیم تا خداوند توبه های ما و شما را قبول کند و از جمله بنده های نیک و خوشبخت باشیم. و همه شما در این راه از درگاه خداوند مهربان یک جهان توفیق و انصاف آرزو میکنم و دعا میکنم که خداوند هر یک ما و شما را از جمله بنده های زود توبه کننده در گناه و خطای خود گرداند. خیراتی که از طریق شما جمع شده است 182 سامانه سری و 1500 سومی ازبکی. و اینچنین یک دو هفته پیشتر فراموش کردم یک برادر ما از زرمیسار $100 داده بودن که خالصانه در حق همه این برادرها دست بر باشه. دعا میکنیم خدای تبارک و تعالی خیر و احسان برادرای مقبول درگاهش گرداند و چی مرام و مقصد نیکی که داشته باشند برآورده خیر گرداند به رحمتک یا ارحم الراحمین. حمنا بالقرآن العظیم